سلام خدمت همه عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و اوقات خوبی سپری کرده باشید. بریم سراغ فصل دوم دیزاستر ریکاوری. تو فصل اول رفتیم سراغ SRM، محصولی از شرکت VMware رو با هم بررسی کردیم، پروداکت رو دیدیم، مسئله اندازیش کردیم. قبل از اون حتی رفتیم سراغ بدیهیات این دوره و RPO، RTO، اصلا سایت دیزاستر چیه، فرقش با بکاپ چیه و مباحث این چیزی صحبت کردیم. پس اینا رو میذاریم کنار. اگر پیش‌فرض می‌خوایم بریم یک ضرب سراغ زرتو، بریم قسمت صفر فصل یک رو حتما ببینید و با این مباحث آشنا بشید. پس این فصل قرار راجع به زرتو صحبت بکنیم، نصب رو اندازیش بکنیم و آپدیتش بکنیم و در آخر هم یه مقایسه ازش ببینیم با SRM. خیلی این دوتا به هم دیگه نزدیکن. خب طبیعتا پروداکت یک حوزن، یه جاهایی حتی رفرنس میزنن فصل یک. پس اگر خیلی براتون مهمه که مفهومو خیلی خوب بفهمید، به نظرم برید که فصل SRM رو هم ببینید. یه معرفی از خودم بکنم. من امیررضا دامغانیان هستم، تو حوزه مجازی سازی کار میکنم. اگر نیاز به این هست که رزومه منو بیشتر ببینید و بیشتر با من آشنا بشید، میتونید صفحه لینکدین منو دنبال کنید. یه وبسایتی هم داریم تحت عنوان unicast.ir، حالا خدمتتون نشونش میدم. و اگر نیازی هست که توی شبکه‌های اجتماعی من در تماس باشیم، تقریبا میشه گفتش که تو تمام شبکه‌های اجتماعی میتونید ما آیدی الف رضا پیدا کنین و من در خدمتتون هستم. بریم سراغ زرتوی HPE که دیگه میشه گفتش که حالا با هم دیگه ادغام شدن. سال 2009 این شرکت تأسیس شده توی آمریکا و اسرائیل، اما دفتر اصلیش توی اسرائیل و کار دیولپش اونجا انجام میشه. پس اگر سازمان دولتی هستید یا سازمانی هستید که نیاز به گواهی‌های امنیتی دارید، به نظرم یه استعلام بگیرید قبل از استفاده از زرتو تا بعد از پیاده سازی دچار مشکل نشید. نکته مهمی دیگه راجبش نیست، اما سال 2021 HPE خریدش و به حالا مرور زمان میشه گفتش که سعی کرده اونو اینتگریت بکنه با محصولات خودش و الان میشه گفتش که بیشتری اینتگریت رو میبینیم. اجازه بدید من اگر بیام توی مرورگر خدمتتون نشون بدم سایت زرتو رو. الان دیگه سایت زرتو رو اگر شما باز بکنید، ریدایرکت میشید مستقیم به سایت HPE و اینجا زرتو رو میبینید و میشه گفتش که دیگه تقریبا خبری از سایت خود زرتو نیست و پروداکت کاملا رفته و زیر مجموعه پروداکت های HPE شده. اما کتاب یا رفرنسی که من ازش دارم صحبت میکنم و مباحث رو پیش میبرم، زرتو ویژوال منیجر ادمینستریشن گاید هست برای VSphere ها یا محیط های مجازی تحت عنوان VMware و قراره از اون کار رو پیش ببریم که من طبق روال گذشته سعی میکنم که این منبع رو هم در اختیارتون بذارم که کامل ترین منبع هست و اگر دوست داشتین از کتاب مطالعه انجام بدید، بتونید این اقدام رو انجام. ریکوایرمنت های زرتو چیه؟ زرتو برای اینکه بتونه به خوبی فرآیند رپلیکیشن یا میشه گفتش که بحث دیزاستر ریکاوری انجام بده، نیاز به حداقل 5 مگابیت پر سکند پهنای باند داره و لیتنسی کمتر از 120 میلی ثانیه یا حالا خودش. این میشه گفتش که نیازمندی های شبکه‌ایش و برای خود اون ویرچوال ماشین مدیریتیش یا بگیم ZVMA-اش، اگر 5 تا 150 تا ویرچوال ماشین داشته باشید توی دو سایت، نیاز به 4 کور CPU و 8 گیگ رم دارید و همینجور که تو جدول می‌بینید اضافه میشه. اگر چیزی هولوش 5000 تا 10000 ویرچوال ماشین دارید و 80 تا سایت بیشتر، نیاز به 8 تا کور CPU یا 16 گیگ رم دارید که میشه گفتش که منابع خیلی کمیه و از نظر مصرف منابع خیلی بهینه است. برای محاسبه پهنای باند بین دو تا سایتتون هم من سعی کردم مثل SRM یه ابزاری رو توسعه بدم و اینجا توی گیت هاب هست و اگر بخوایم با هم ببینیمش هم من یه توضیح راجعش بدم. اینجاست. از اینجا میتونید شما ابزار رو باز بکنید. مقدار رایتی که روی دیسک ویرچوال ماشینتون هست، اینکه حالا کامپرشن دارید یا ندارید، من مثلا اینو میذارم روی 2048 2 مگابایت، میبینید که 13 مگابیت پر سکند شما نیاز به پهنای باند دارید و این استیمیت کرده که حالا تخمین زده که اینقدر پهنای باند شما نیاز دارید. نه حالا اگر بخوام خدمتتون با جزئیات دقیق‌تر بگم، سعی شده از توی اون داکیومنت ها و همون کتاب زرتو من محاسبات رو انجام دادم و ماشین این ابزار رو ساختم. کامپوننت های اصلی زرتو دو کامپوننت اصلی داره که ZVMA یا همون
ویرچوال منیجر اپلاینسشه که برای مدیریت استفاده میشه، میره به هایپروایزر شما متصل میشه و اونجا میتونید کار مدیریتیشو انجام بدید. در کنار اون یه ویرچوال اپلیکیشن اپلاینس هم داره یا همون VRA ها که این VRA ها عیناً رو ما مثلش رو توی SRM هم داشته باشیم. علاوه بر اون گزینه سوم و گزینه چهارم رپیکاها و ژورنال ها هست که جلوتر بهش اشاره خواهیم کرد، چه مبحثی هست. اما بریم سراغ VRA. خب چون ZVM یا همون اپلاینس منیجمنتیشو میبینیم، خیلی چیز پیچیده‌ای نداره، یه بحث کی کلاک داره که برای اتنتیکیشن استفاده میشه، اشاره میکنیم. اما خود VRA ها ماشین مجازی هایی هستن که پر هاست ساخته میشن و شما میتونید ازشون استفاده بکنید و از سایت پروداکشن رو سایت اصلیتون میتونه ماشین ها رو انتقال بده به سایت دومتون، یا حتی میتونه بین هاست های مختلف توی یک سایتتون این کار رو براتون انجام بده و رپلیکیت بکنه بین سایت های مختلف. نکته که وجود داره اینه که VRA ها پل های ارتباطی هستند بین دو حالا سایت مختلفتون، دو میشه گفت بین مبدأ و مقصدتون که وجود داره. پس راجع به VRA صحبت کردیم. اما یه نکته مجزا وجود داره. تو SRM ما دیدیم که ما VRA رو داشتیم و اگر نیاز به این داشتیم که حالا VRA مجددی دپلوی کنیم، میتونستیم بیاریم بالا در کنار VRA اصلیمون داشته باشیم و ازش استفاده بکنیم که تو سناریوهای مختلف بود. ما میتونستیم حتی ون لینک های مختلف داشته باشیم یا دسته‌بندی های مختلف داشته باشیم برای VRA های مختلفمون. اینجا زرتو عمل نمیکنه، اون ویرچوال پروتکتد گروپ ها تو اصلا عمل نمیکنه، شروع به کار نمیکنه. زمانی که شما VRA های اصلیتون رو میسازید، این ویرچوال پروتکشن گروپ ها میتونن از سایت سورس، از اون مبدأتون و مقصدتون شروع به رپلیکیشن انجام بدن و کار انتقال داده رو انجام بدن. اما در کنار اینها زرتو یک مبحثی داره تحت عنوان VRAH یا VRA هلپر ها که کمک کنندن. یعنی زمانی که VRA شما به هر طریقی نتونه به درخواست ها به صورت مناسب پاسخ بده، VRA هلپ ها به صورت اتوماتیک ریجستر میشن رو محیط شما و میان بالا و شروع میکنن کار کردن. اینو میبینیم در ادامه. اما نکته‌ای که تو خود داکیومنت ها وجود داره، بر اساس تعداد دیسک هایی که هر ماشین مجازی داره میتونه یه محدودیتی داشته باشه. یعنی مثلا اگر شما ماشین مجازی 10 تا ماشین مجازی دارید که هر کدوم 4 تا دیسک دارید، یعنی 40 تا دیسک دارید، یه لیمیتیشنی داره اون VRA معمولی و VRA ها اگر اون لیمیتیشن رو رد بکنن VRA ها ساخته میشه. هرچند که توی محیط‌های عملیاتی حالا یا محیط‌های جدیدتر من اینو دیدم که این کمتر از این مقدار هم VRA ها ساخته میشن و میشه گفتش که صرفاً بر اساس تعداد دیسک نیست. یعنی ممکنه شما دیسک های کمتری رو داشته باشید اما VRA هاتون ساخته بشن و این میتونه حتی به منابعی که به VRA اصلیتون میدید هم بستگی داشته باشه. یعنی اگر شما به عنوان مثال 2 گیگ سی پی یو و 2 گیگ رم و 4 کور سی پی یو داشته باشید، 2 کور سی پی یو داده باشید، ممکنه ببینه منابع داره لیمیتیشنش رو رد میکنه، حد اکثرش رو داره رد میکنه و بیاد یه VRHA رو براتون ریجستر بکنه و اونجا شما میتونید ببینیدش. گفتیم که زرتو علاوه بر ZVMA حالا اون ویژوال منیجر که داره و رپلیکیشنش یه بحث ژورنال رو هم داره. این ژورنال ها به شما کمک میکنه که نیر سینک رپلیکیشن باشید، یعنی نه رپلیکیشنی باشین که سینکه و نه رپلیکیشنی باشین که سینک نیست، یه چیزی بین ما بین این یا همون بینابینی. به صورت پیش‌فرض 30 روز برای شما دیتا رو نگه میداره و میتونه حداقل زرتو 5 ثانیه یک بار رپلیکیشن رو بین مبدا و مقصد انجام بده و این عدد خیلی خوبیه. هرچند تو بیس پرکتیس های زرتو اشاره میشه که عدد رو بالاتر ببرید، روی دقیقه بذارید، روی ثانیه روش حساب نکنید، اما شما میتونید رو 5 ثانیه عقب‌تر برگردید و اگر بحرانی رخ داده بود، مثلا توی 1 دقیقه گذشته به رنسامور خوردید حالا یا مشکل دیگه ای، میتونید به 1 دقیقه قبل برگردید و ازش استفاده بکنید و تو هر پوینتی از زمان برگردید و اون دیتایی که سالما ازش استفاده کنید. حالا اگر بخوام یه اشاره بکنم دوباره فصل 1 و SRM، شما تو SRM نهایتاً میتونستید از ماشین مجازیتون یه اسنپ شات بگیرید و بگید که توی یک روز مثلا 5 تا اسنپ شات برام بگید یا 4 تا اسنپ شات برام بگید که میومد هر 6 ساعت برای شما یک اسنپ شات میگرفت. اینو مقایسه کنید با ژورنالی که حالا زرتو داره در اختیار شما میده و شما میتونید تو هر بازه زمانی برگردید و ازش استفاده کنید. کراس هایپروایزر هست زرتو، شما میتونید بین VMware و VMware جابجا بشید، یعنی مثلا مبدا مقصدتون VMware به VMware باشه، VMware به هایپر وی باشه یا هایپر وی و هایپر وی باشه. علاوه بر اینها خب همونجور که
حالا احتمالا میدونید HPE هم داره سعی میکنه هایپروایزر توسعه بده بر اساس KVM. من اینجا اگر خدمتتون نشونش بدم، HPE مورفیوس هست که بر اساس KVM ساخته شده و خیلی پلتفرمی که HPE سعی میکنه روش حالا مانور بده و ازش استفاده بکنه. اگر از این پلتفرم استفاده میکنید یا طبیعتا قصد استفاده ازش رو دارید، احتمالا تو نسخه های بعدی زرتو بیاد و این محصول رو هم به پروداکت های هایپروایزر خودش اضافه بکنه و بتونه کراس هایپروایزر بین این دفعه بین VMware و میشه گفتش که مورفیوس انتقال بده اطلاعات رو و اون رپلیکیشن رو انجام بده. حالا خیلی تو کشور ما هنوز HP مورفیوس جا نیافتاده و میشه گفتش که هنوز جا داره که حالا تو یه محصولی به عنوان محصول تجاری ازش نام برده بشه. داشبورد جدید زرتو رو اگر بخوایم ببینیم به این صورته، هرچند تو ورژن های قدیمی تر، حالا ورژن هایی که توی محیط پروداکشن داره استفاده میشه و ریلیز شده، این شکل نیست و یه تفاوت هایی داره. حالا میبینیم اون هم، اما من سعی کردم که آخرین نسخه ای از داشبورد رو که خود زرتو ارائه داده رو با هم دیگه ببینیم و داشته باشیم. و یه نکته دیگه که وجود داره راجبش اینه که شما میتونید مایگریت کنید به کلاود، یعنی شما میتونید از زرتو ببرید به AWS، ببرید به گوگل کلاود یا حتی به حالا گرین لیک خود HP که وجود داره. اما خب این تو ایران به نظرم کاربردی نداره و بیشتر برای شرکتایی که خارج از ایران کار میکنن. سرتیفیکیت های زرتو هم تغییر کرده. قبل از این شما میتونید تو سایت زرتو به صورت رایگان ثبت نام کنید، سرتیفیکیت های شروع کننده یا بیگینرش رو به صورت رایگان بگیرید، اما الان تغییر کرده و باز همون رفته توی پالیسی های HPE و اگر نیاز به این دارید که سرتیفیکیت های زرتو رو بگیرید، باید با قوانین HPE یا کورس های HPE بگذرونید که من کورس آیدیاش هم خدمتتون آوردم و اینجا شما میتونید ازش استفاده کنید و کورس هاش رو هم بگذرونید. این پایان جلسه اول دوره زرتومون بود. بعد از این میریم سراغ اینستال کانفیگوریشن و مباحث این چنینی که با هم دیگه میبینیم که به چه صورتی قرار باشه. یه نکته هم اضافه بکنم خدمتتون، بحث کراس هایپروایزر رو گفتم. توی نسخه های قدیمی تر زرتو از SCVMM ساپورت میکرد، میشه گفتش که همون یه جورایی وی سنتر هایپر وی ها هست و شما میتونید چندین هایپر وی رو از این محیط مدیریت کنید. تو نسخه جدیدتر سعی کرده میشه گفتش که این سولوشن رو عقب بندازه و ازش استفاده نکنه. شاید حالا میشه گفتش که الانی که داریم صحبت میکنیم دپریکیت شده، نسخه قدیمی تر زرتو فقط میتونه از این قابلیت استفاده بکنه که هایپر وی رو پشتیبانی بکنه. اما من گفتم که اینم خدمتتون بگم که در جریانش باشید. در آخر وبسایتمون هم که گفتم آماده شده و شما میتونید از اینجا unicasti.ir مقالات بروز رو مطالعه بکنید. من سعی میکنم دوره ها رو هم حالا با منابع و تمام اون پیش نیازهایی که هست در اختیارتون قرار بدم و ازش استفاده کنید. دوره آموزشی هست اینجا، شما میتونید دیزاستر ریکاوری رو شروع بکنید و کورسش رو بگذرونید. ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که خوب باشید. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.